چرا این روزها جوانان ما به سوی گناه و معصیت می روند؟ چرا از گناه خودشان را دور کرده نمی توانند؟ برای که الله را فراموش کرده‌اند، برای که مال دنیا را در دل جا داده‌اند. چرا ای جوان زنا میکنی؟ چرا شراب می نوشی؟ چرا ای جوان بر دل خودت مهر دختر یا مهر دنیا را جای داده ای؟ این دل جای عبادت خودش را دارد ای برادر. شاعر میگوید به یک دل مهر دو هرگز نگنجد، به روز امتحان دلدار سنجد. روز قیامت الله میپرسد که او دل جای عبادت ما بود، باید عبادت ما را بکرد، تو بر کی دادی؟ بر مال دنیا یا دختر؟ هیچ وقت با یک دل مهر دو کس گنجیده نمیتوان. آخر ازم چه دیدی که دل ز من بریدی؟ با این که ناامیدی خواهم تو را ببخشم. الله میگه آیا از من نافرمانی دیدی؟ آیا به تو چشم را ندادم، گوش را ندادم، دست را ندادم؟ آیا در تمام زندگی یک بار خاطرات از تو گرفتم که نامت را فراموش کرده باشی؟ نه. باز چی میگوید؟ ای بی حیا حیا کن، غیر منو رها کن، فریاد بزن منو ندا کن، خواهم تو را ببخشم. ای جوان کی حیا میکنی؟ کی از راه بد میگردی؟ کی از آلوده گناه به سوی توبه می آیی؟ وقتی که این را بدان ای خواهر، ای برادر، ای اپا، وقتی که طلوع آفتاب می شود شاید که دیگر آفتاب از جای آن بوده خودش نبراید، شاید که از سوی چپ به سوی راست بیاید، اما آن روز درهای توبه بسته می شود و دیگر هیچگاه خواهران می شوند در آن روز که سطرها می بندند و توبه می کنند اما فایده ندارد. حاضر شمس است، حاضر وقت توبه هست، توبه کردن در کار. ای برادر، حیای عثمانیت کجا شد؟ شجاعت حیدریت کجا شد؟ چرا جوانی خودت را در این گناه میگذرانی؟ چرا خالق یکتا را فراموش کرده و از پی خلایق میگردی؟ از پی دنیا میگردی؟ ای جوان این را بدان، هر وقت که چشم در این دنیا میکشی گناه میدهی، گناه میبینی و با گوش موسیقی میشنوی. چه گناه بندگی شد؟ ما کی بندگی را به جا میاریم؟ تا آن وقتی که ما از موسیقی خودمون را دور کنیم. موسیقی حرام است، الله گفته است حرام است، رسول الله حتی گفته است حرام است. حرام است. چی در کار همینها؟ چی در کار رقص بازی؟ این جوانی هم یک جوانی است، 20 سال است، از 16 تا 36 مانند یک دریا میگذرد. اما بعد از چی؟ روز قیامت چی؟ سوال جواب چی؟ این را بدان وقتی که حاضر ما جوانیم، وقتی که جوان در وقتی گناه نبینی، وقتی گپ نزنی، این همه سوال جواب دارد. روز قیامت الله میپرسه که آیا تو گناه میکنی؟ شخصی بود که تو را دیده باشد، به تو گپ زد، به تو گفت که آیا همین گناه هست نکن؟ تو چی میگویی؟ بله بود، ولی نگفت. و این را بدان که هر وقتی که الله یکتا این جان را در این بدن اجازه داده است، این زبان خاموش نمی ایستد. وقتی که جوانها را بینند در گناه، چی زن باشد، چی مرد باشد، چی اپا، چی خواهر، فرق ندارد. نباید جوان اسلام این گونه باشد، جوان مسلمان. اگر حاضر ما پیش جوانان را نگیریم، یگان مسافر گرفته نمیتوانند. هستن بهانه‌ای که در جوانهایی که وقتی مسافر میگه که پسرم، فرزندم، برادرم، این گونه این کارهای حرام است نکن. حتی گفت خودشون رو میگویند جوانها که این مسافر در وقت خودش کلام امروز بر ما میگوید. نه، این گونه نیست. حتی یک چیز دیگر است، حاضر در بین مسلمانان ما و یک حقیقت تلخ درباره مسلمان های امروزه. ایمان دارن، اخلاص نیست، اخلاص را گم کردن.
جای نماز هست، در تخچه ها خانه هست، نماز نمیخوانند. امروز خواهران اپا و مادران ما هستند، حجاب هست اما حیا را گم کردند. حجاب دارند کتی فلانی ها میگردند، حجاب دارند در ره و کوچه ها. برادران ما باشد ریش دارند تقوا را گم کردند، ریش دارند نماز را قضا میکنند، ریش دارند کارهای حرام دست میزنند. تسبیح در همه خانه های ما هست، حتی در دستان ما هست اما ذکر نمیکنیم. قرآن هست در همه خانه های ما، قرآن هست، قرائت قرآن را فراموش کردیم. آب هست، طهارت نیست. هر روز خوراک میخوریم اما شکرانه گویش را فراموش میکنیم. حیات میگذرد، همه حیات دارد اما معنیش را گم کردیم. برای چی؟ برای که از عبادت، از بندگی دور مانده ایم. کار هست، کار میکنیم اما برکتش را نمیبینیم. بایگری هست اما زکاتش نیست. و این است امروز مسلمان. چرا ما با ما مسلمان شدیم؟ چرا با تقوا و پرهیزگاری مسلمانه خود رو عین نکردیم؟ یا الله، انا لله و انا الیه راجعون. یا الله، من برای رسول